بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و سپاس بی پایان خداوند یکتا و بی همتایی را که ما را به صراط مستقیمش هدایت فرمود و از کجندیشی و بداندیشی رهانید و درود و سلام بی پایان بر روان پاک حضرت سرور و سردار فرزندان آدم محمد ابن عبدالله و بر خاندان پاک گوهر او و یاران با صفا و روان راه او باد. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خوشحالیم که با برنامه دیگر از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه بار دیگر در خدمت شما سروران و بزرگواران هستیم. به اجازه شما گرامیان، خدمت جناب استاد عبدالرحمن فاتح مهمان دائمی برنامه هم عرض سلام و ادب عرض میکنم. جناب استاد خوش آمدید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم به خدمت شما استاد گرامی و تمام بینندگان عزیز و گرامی در هر گوشه از دنیا که هستند عرض و سلام و ادب دارم و در خدمت شما استاد بزرگوار هستم. تشکر جناب استاد فاتح گرامی. خب بینندگان عزیز و گرامی، همان گونه که مستحضر هستید، ما در برنامه قبلی پیرامون دعوت و مسیحیت صحبت های داشتیم و جناب استاد عبدالرحمن فاتح در آغاز برنامه به تعریف از دین مسیحیت یا نصرانیت پرداختند و سپس به این نقطه اشاره کردند که آیا نصرانی ها چنانه که مسلمان ها حق دارند دیگران را به دین اسلام دعوت کنند، آنها نیز چنین حق را دارند یا خیر؟ و این را ثابت کردیم در برنامه گذشته از خلال نصوص کتاب مقدس. ثابت کردیم که مسیحیت یا نصرانیت یا تنصیری ها یا دعوتگران به نصرانیت از این حق محروم هستند و حق ندارند که دیگران را به دین نصرانیت دعوت کنند. اما در مقابل از خلال آیات قرآنی این را ثابت کردیم که دین اسلام، قرآن کریم، مسلمانان را دستور داده و امر فرموده که دیگران را به دین اسلام دعوت کنند. و اما در این برنامه میپردازیم به برخی از شیوه ها و ابزارهایی که دعوتگران به مسیحیت برای دعوت دیگران به نصرانیت از آن استفاده میکنند. جناب استاد عبدالرحمن فاتح در خدمت شما هستیم و اولین سوالی که هم مطرح میشه است که دعوتگران به مسیحیت یا تنصیری ها از چه وسایل و از چه ابزار و از چه شیوه های برای دعوت دیگران به سوی نصرانیت استفاده میکنند؟ جناب استاد، سوال بسیار بجا و سوال واقعا بسیار مهم و اساسی است که برای هر فرد مسلمان و به خصوص در این عصری که میشه گفت از هر جهت فتنه ها و وقایع ناگوار متاسفانه در حال اتفاق هست و امت اسلامی را از جهات مختلف به تعبیر پیامبر علیه السلام که بر سر امت روزگار خواهد آمد که
همه امتهای دیگر بر اونها جمع خواهند شد، مثل که افراد به دور یک کاسه از غذا جمع می شوند. وقتی صحابه پرسان میکنن که یا رسول الله چرا این اتفاق برای ما میافته، پیامبر علیه السلام میگن که به خاطر اینه که شما مانند کاه و خس و خاشاک روی دریا هستید و از هر جهت دشمن بر شما هجوم میاره و وسایل رسول الله علیه السلام بیان میکنن. متاسفانه همون زمان میشه گفت که در حال اتفاق هست یا اتفاق افتاده. از هر جهت، چی از نظر نظامی، چی از نظر اقتصادی و چی از نظر فکری، مسلمان ها مورد هجوم قرار گرفتن و باید یک فرد مسلمان این مسائل را بفهمه، دوست را از دشمن فرق بکنه، دوست را به جای دشمن و دشمن را به جای دوست عوضی نگیره، بلکه هر کدام را به جای آن قرار بده. ما چنانچه که شما هم سوال را پرسیدید، حقیقتا میشه گفت که روش هایی که مسیحیت یا به تعبیر بگین نصرانیت استفاده می کند برای دور کردن مسلمانان از دینشان، چون اگر یادتان باشه ما در برنامه گذشته گفتیم که هدف خاص اینها این نیست که مسلمان یا کسی که صاحب یک دین دیگر هست بیایه به عنوان یک مسیحی یا به عنوان یک نصرانی بشه، بلکه هدف اساسی این است که از اصول و ارزش‌های اسلامی و از ثوابتی که در دین اسلام هست یک فرد مسلمان را به شکل از اشکال دور بکنه و به خصوص تمرکز به سر جوان هاست، به سر نیرویی که می شود به سر آن حساب کرد. جناب استاد، این روش ها و این اسلوبی که برای گمراه کردن حقیقتا افراد و برای به گمراه کشیدن یک فرد مسلمان اینها استفاده می کنند فرق می کنه. یعنی این که در هر کشور و در هر منطقه و در هر فرد متفاوته، فرق میکنه. به عنوان مثال شما اگر ببینین، وقتی که تاریخ را ببینین یا همین امروز را مشاهده بکنیم، برخی از کشورهایی که از فقر و تنگدستی رنج میبرند مثل آفریقا، دعوت اینها و تمرکز اینها به سر مسائل کمک‌های مردمی یا بشردوستانه به تعبیر خودشان زیر صلیب هست که از این طریق یک فرد مسلمان وقتی فقیر میشه آن را بکشه به طرف مسیحیت. برخی از کشورها هستند که از نظر فرهنگی و از نظر دینی به سطح بالای قرار دارند، باز اینها را از یک طریق دیگری گمراه میکنه، از طریق شهوات، از طریق پول، از طریق دنیا و از طرق مختلفی که به دسترس دارن. افراد فرق میکنن جناب استاد، برای گمراه کردن اسالیب مختلفی میشه گفت استفاده میکنن، از اسالیب مختلف و روش های مختلف برای گمراه کردن افراد. یکی از این افرادی که حقیقتا معاون اسبق اتحادیه کلیساهای جهان بوده وقتی مسلمان میشه، وقتی از این سوال پرسان میشه که چی اسالیبی برای گمراه کردن مسلمان ها شما به کار میگرفتید، او میگه که حقیقتا ما مسلمان ها را به دو دسته تقسیم میکردیم، افراد مسلمان را به دو دسته تقسیم میکردیم. یک قسم افرادی بودند که اینها ضعیف الایمان بودند، یعنی ایمانشان ضعیفه، دانش درست و حسابی هم ندارن و با اندکترین شبهه از بین میرن. اینها میگه که ما تحت عناوین مختلف به اینها پول میدادیم، به اینها شهوت رانی میدادیم که شهوت رانی بکنن و به هر حال شاید از طرق مختلف، یعنی میشه گفت که برای اغوا کردن اینها ما داخل میشدیم و اغوا کردن و گمراه کردن اینها برای ما خیلی راحت و آسان به نظر میرسید و این گونه هم بود، خیلی راحت اونها را به سوی مسیحیت میکشاندیم. یک عده دیگه مردمی هستند که اینها متدینن یا به تعبیر دیگه بگین یک معلومات ابتدایی از دین دارند، میفهمند برخی از مسائل را، یعنی به راحتی گول نمیخورند، به راحتی فریب یک عده نیرنگباز را و حیله‌گر را نمیخورند. میگه ما از طرق مختلفی با این فرد داخل میشدیم، یعنی این که اول ما فردی را میفرستادیم که با این طرح دوستی بریزانه، بعد از اینکه طرح دوستی با هم میریختاندن شروع میکرد به برآورده کردن حاجات و مشکلات این نفر. هر انسان در زندگی خود یک سری مشاکل و یک سری حاجات و مشاکل داره، حالا چی مشکل پولی باشه، چی مشکل
دنیوی باشه یا مشکلات دیگری که به هر حال به سر راه انسان احیانا اتفاق میفته. مثلا یک انسانی از مشکل، به عنوان مثال مشکل میگم، اجتماعی، مشکل حتی برخی ها امروز دچار مشکلات روانی هستن. همه نمیشه که یک مشکل که مشکل عمده مشکل اقتصادی است، مشکل اقتصادی داشته باشن. حتی ما میتونیم کم اطلاعی از دین، بیخبری از دین، ناآگاهی از دین را یکی از مشکلات عمده قلمداد بکنیم. ولی حقیقت امریه که جناب استاد این مشاکلی که این فرد مطرح میکنه برای یک فرد متدین و برای یک فرد دیندار و برای یک فردی که فهم ابتدایی حداقل از دین داره، این مشاکل مختلفی که گفتیم میشه هر کس یک مشکل داشته باشه از زاویه های مختلف اگر حساب بکنیم. خب به هر صورت میگه این برای رفع مشکلات این نفر اول تلاش میکرد، کوشش میکنه که خب خودش را به دل این نفر جا بزنه. بعد از این که طرح دوستی ریختانده شد، خب دوست صمیمی شد، مشکلاتش را حل کرد، آیسته 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 باز طرق دیگری داره که ما از جمله برخی از آنها را ان شاء الله به طور ماده‌وار و شماره‌وار ان شاء الله نکاتی را عرض خواهیم کرد که از کدام راه‌ها باز برای گمراه کردن این هر دو گروه استفاده میکنن. المهمی که جناب استاد من میخواستم به این نکته برسم که روش‌ها و اسالیبی که اینها استفاده میکنن از یک کشور و از یک منطقه و از یک فرد تا کشور دیگه تا منطقه دیگه تا فرد دیگه متفاوته، یعنی فرق با میکنه. تفاوت زمان و مکان، شیوه ها و اسلوب ها بگیم یا به تعبیر دیگر حتی وسایل ابزارها اینا تفاوت میکنه. بدون مثلا شک. در شما گفتین که در کشورهای فقیر عموما اینها از راه تطمیع مال یا حتی کمک های بشردوستانه که گفتن که میشه شامل حتی بخش درمان و بهداشتی بیشتر شوه، از این استفاده میکردن. مثلا شروع کنیم از کشورهای فقیر که در کشورهای فقیر اینا از چه شیوه های استفاده میکنن؟ در کشورهای فقیر چنان که جناب استاد من اشاره کردم که یکی از جمله راه‌ها اینه که مشکلات اقتصادی آنها را به تعبیر خودشان برطرف میکنن. مشکلات اقتصادی برطرف میکنن. مثلا ما برخی از داستان‌هایی که داریم در این مورد و برخی از گزارشاتی که از برخی از افرادی که در اونجا رفتن به سوی دعوت به سوی اسلام میکردن نقل میکنن، یا برخی اساتید بنده حتی که برخی ها رفتن در کشور آفریقا مثلا نقل میکردن، میگفتن ما با ای که یعنی دست ما بسیار تنگ بود و مردم را دعوت میکردیم به سوی اسلام، ولی اونها با یک فراگیری شدیدی که متاسفانه باید بگین که این در میان مسیحیت وجود داره، که حتی یکی از اینها در یکی از کتاب‌ها نوشته بود بعد از اینکه مسلمان شده بود، میگفت که حساب کلیسا یک حساب جدایی است که از ملت گرفته میشه به کلیسا داده میشه، غیر از این که دولت‌های استعماری به خاطر منافع خودشان یعنی برای حساب کلیساها بانکی کمک هدفتان است؟ بله. میگفت که یک کارگری که مثلا روزانه یک مقدار کمی کار میکنه، فیصدی از آن گذاشته میشه به حساب کلیسا. اون خواسته باشه نخواسته باشه به حساب کلیسا اضافه میشه و کلیسا این را برای دعوت به سوی مسیحیت استفاده میکنه. در کشورهای مختلف افرادی را میفرسته و به هر حال میشه گفت که همان منصرین یا کسانی که تنصیری هستن اینها را میفرسته که اونجا دعوت به سوی مسیحیت بکنن. بنابراین جناب استاد از این پول استفاده میکنن برای اینکه یک فرد فقیر، یک فردی که به پول نیاز داره، یک فردی که حقیقتا میشه گفت به مشکلات اقتصادی برخورد کرده، به کشورهای فقیر مثلا از این طریق بیشتر تلاش میکنن. به تحت عناوین مؤسسات خیریه و امثال اینها. حتی متاسفانه باید بگین که ایران هم از این کار استفاده میکنه، یعنی همین روشی که فعلا مسیحیت به کار میگیره، دولت حکومت رافضی ایران هم از همین روش استفاده میکنه. مثلا اگر شما در افغانستان ببینید مؤسسات خیریه‌ای که راه انداخته ایران به عنوان مثال و مؤسسات خیریه‌ای که تحت عناوین مختلف مسیحیت یا نصرانی ها حقیقتا گذاشتن، اینها حقیقتا همان یک هدف را پیش میبرن، یک راه را پیش میبرن.
مؤسسه خیریه امام خمینی، مؤسسه خیریه مثلا پیارتی، مثلا پیارتی، من منظور مسیحیت است. آمریکایی ها میان تحت عنوان پیارتی مثلا به عنوان مثال یک مؤسسه میگذارن یا نام های دیگه، این میایه به نام امام خمینی و به نام امام فلانی و به نام امام عینوغین و اینها امامزاده عینوغین و اینها میان، اینها هم مؤسسات خیریه میگذارن. المهمی که جناب استاد هر دو متاسفانه این روش هم در میان اینهاست و هم در میان رافضیان. هدف دانیست که مسیحیت و صفویت از عین شیوه و از عین ابزار و وسایل برای تبلیغ دین منحرفشان استفاده میکنه. بله جناب استاد، چون حقیقتا تطمیر کردن افراد و یا به طمع انداختن افراد از باب دنیا یک مشکل بسیار جدی است در سر راه برخی از انسان‌هایی که به دنیا و به پول و به این مسائل ارزش بسیار زیاد میدن. حتی ممکنه که خیلی راحت با اندک پولی که برای او داده میشه یا اندک کمکی که از طرف این مؤسسه خیریه به تعبیر میشه یا به خاطری که در ماهوار برایش برخی از چیزها را میدن، برخی از چیزهای خوردنی یا مسائلی که در خانه اش به عنوان مثال به کار گرفته میشه، چی در زمستان و چی در تابستان، خیلی راحت فریب میخوره، دینش را میده بعد آن را میگیره. جالب جناب استاد، من داستانی در یکی از کتابهایی که برخی از مسیحی ها مسلمان شدن را خوانده بودم. حرف جالبی میگفت یکی از این کشش های مسیحی علت مسلمان شدنش را نقل میکرد. گفت ما رفتیم در یکی از کشورهای اسلامی شروع کردیم به دعوت کردن و اینها را دعوت کردیم به سوی مسیحیت و اینها را به هر حال به تعبیر خودمان پول دادیم و اینها به طمع انداختیم که به شما پول میدیم و اینا میدین، این را میدین، شو اسلام چی به درد شما خورده، شما را کجای دردتان را دوا کرده، شما مردم فقیر و مسکینی بیاین طرف ما که تا برای شما هر چی بدین. میگه که یکی از این جوانها مسیحی شده بود، به تعبیر ما دیگه حالا مسیحی شده، ادعا میکنه که عیسی فرزند خداست و همان صلیب داره و همه چیزها. گفت یکی از روزها داخل شدم داخل یک اتاق، دیدم که همین جوان نماز میخوانه. میگه از اون بعد از این که نمازش خلاص شد از اون پرسان کردم که تو که مسیحی شدی چرا نماز میخوانی، باز مثل مسلمان ها حرکات مسلمان ها را انجام میدی؟ گفت برای من، گفت درسته که شما برای من پول دادید و ظاهرا من حالا طرف شما هستم ولی قلبم را نمیتوانم تسلی بدم بیام طرف شما. من همان مسلمانی که بودم در قلبم هستم، ولی این شما به خاطر که دنیا برای من میدهید، به خاطر که پول برای من میدهید و نیاز دارم آمدم به طرف شما، ظاهرا آمدم به طرف شما و قبول کردم. این کشیش مسیحی یا به تعبیر امروزی بگین آخوند مسیحی چی میگه؟ میگه همین برای من یک تکانی بود، یک حرکتی بود که انداخت به ذهن من که من باید بیشتر در مورد اسلام تحقیق بکنم. این چگونه دینی است که بعد از این که این فرد آمده مسیحی شده باز دوباره نماز میخوانه که این نمیتونه این دین را رها بکنه. بعد میگه که در آینده مطالعه کردم و اینها بیشتر تحقیق کردم در مورد اسلام و الحمدلله که پروردگار متعال برایش هدایت را نصیب میکنه. و از این داستان ها جناب استاد وقتی شما در کتبی که در این باره نوشته شده مراجعه بکنید به وفور پیدا میشه. یعنی شما فراوان میبینین که چگونه مسلمان شدن اینها، چگونه مسلمان شده و چگونه به طرف اسلام اومده. یکی از بیشتر مسائلی که مطرح میشه مسائل اقتصادی و مالی است جناب استاد. به این واسطه عرض کردم که حتی کلیساها یک حساب خاصی دارن در حکومت ها و شما میبینید که امروز جهان استعمار، چنانچه ما در برنامه گذشته هم اشاره کردیم، اینها حقیقتا را پاک کنن برای جهان استعمارگر که اینها خیلی راحت میتونن اول رار پاک بکنن بعد داخل بشن و در میان مسلمان ها خیلی راحت بتونن که حکومت بکنن و حکومت تشکیل بدن و به تعبیر خودشان همان دموکراسی را برای مردم به ارمغان بیاورن. بنابراین جناب استاد اگر در کشورهای حقیقتا فقیر ما اشاره بکنیم، بزرگترین عامل و بزرگترین علت حقیقتا یا بزرگترین روش بگین مسئله اقتصاد هست یا فقر هست که در میان اینها به خاطر این فقرشان سوء استفاده کرده و آنها را به طرف مسیحیت میکشن. و اگر اجازه بدین جناب استاد فاتح، فکر کنم که اینها به این فهم و به این درک رسیدن کسانی که هدف تنصیری هاست، کسانی که مسلمان ها را به خصوص به مسیحیت دعوت میکنن که نمیشه مسلمان ها را از راه مخاطب قرار دادن عقل و قناعتش به طرف مسیحیت بکشانین. بله. چون به زودی
مسلمان گول اینا را نمیخوره، فریب اینا را نمیخوره و اصلا دلایلی را که هم اینا ارائه میکنن قناعت بخش نیست. کسی که از اندکترین فهم برخوردار باشه و از عقل خود کار بگیره، عقل خود اعمال بکنه، فریب اینا را نمیخوره. بالاخره فقط یگانه راهی که اینها بیشتر برای مخاطب قرار دادن غیر مسیحا از او استفاده میکنن طریق تطمیع است. مال میپردازه و چنانه که شما اشاره کردین بالاخره او طرف هم مال میگیره، اما در حقیقت مسیحی نشده. بله. ظاهرا میگه که ما مسیحی هستم، ظاهرا شاید صلیب را هم به گردن بیاویزه، اما در خفا شاید مسلمان باشه و شاید به هر دین دیگه که باشه به دینش پایبند بود. بدون شک. پس بنابراین جناب استاد حقیقتا اگر به صورت کلی خواسته باشیم در بقیه کشورها هم اشاره بکنیم که از چی وسایل اینها استفاده میکنن. البته بنده برخی از وسایل را میگم و این دلالت بر این نمیکنه که کدام وسیله دیگری وجود نداشته باشه، حتما وجود داره. گفتم در هر منطقه، در هر جای اینها از وسایل مختلفی استفاده میکنن. مثلا جناب استاد در کشورهایی که ناامن‌تر مثل افغانستان، از موضوع دیگر که اینها استفاده میکنن موضوع پناهندگی هاست، پناهندگی های سیاسی، پناهندگی های مهاجرین و از این قبیل حرفا. خیلی راحت مثلا در کشور آلمان، در کشور آمریکا، در کشور فلان، در کشور فلان، نام های مختلفی که دارن، داخل افغانستان را می استعمار میکنه، بعد در آنجا ناامنی برقرار میکنه، ناامنی، کشت و کشتار، نوکرهای خودش در داخل افغانستان به جان همدیگر میزنن، ملت بیچاره از وسط میسوزه، ملت هم مجبور میشه. حالا اینکه شرعاً جواز داره یا نداره اینکه یک فرد مسلمان بره در یک کشور اروپایی زندگی بکنه، در یک کشوری که غیر مسلمان هست و آینده فرزندانش چی میشه، این یک بحث جدای، بحث فقهی هست، ما به این موضوع نمیپردازیم. اما المهمی که یک مسلمان را مجبور میکنن تا اینکه بره در یک کشور غیر اسلامی در اونجا پناهنده بشه و زیر نام پناهندگی در اونجا جناب استاد موضوع مسیحیت به اینها عرضه میشه. این جناب استاد این حرفی نیست که من از پیش خودم بگم، حتی عزیزانی که عزیزانی که ما رو میبینن هم در حالا از طریق شبکه میبینن یا از طریق فیسبوک میبینن، از کسایی که از کشور آلمان هستن، از کشور به خصوص کشور آلمان بیشتر مورد توجه من هست، میتونن که این مسائل رو یا بگن دروغ یا بگن راست. حقیقتیه جناب استاد، متاسفانه یا تجاربشون بگن یا کسایی که بله جناب استاد این اتفاق افتاده. بارها ما در فضای مجازی، در فضای اینترنت دیدیم که عکس‌های پخش شده، جوانهای مسلمان افغان، اطفال افغان، زنان افغان در حال غسل تعمیدن و آنها یک کشیش مسیحی به طرف خود کشانده. حتی بعضی ها تهدید کردن، بعضی ها، نه همه، بعضی ها تهدید کردن که شاید حالا کسی بیه بگه مر تهدید نکردن، ولی حقیقتیه که بعضی ها تهدید شدن که یا باید مسیحی بشی یا از این کشور خارج بشی. تا به این حد جناب استاد پیش رفتن که کشورهای ناامن را اینها، کشورهایی که مسلمانن، بیاین اینها را ناامن بکنن و مسلمانها را مجبور بکنن که به کشور آنها پناهنده بشن و بعد بیان با صراحت کامل بگن که والله هیچ کشور اسلامی فعلا وجود نداره که در آن امن و امنیت قرار داشته باشه و با این یک وسیله دیگری و یک روش دیگری برای گمراه کردن فرد مسلمان باشه که والله چون تو مسلمانی در کشور تو امنیت نیست، اما کسی نیست که ریشه‌یابی بکنه که این ناامنی از کجا به وجود آمد. همین شماها هستید که روافض را به سر مسلمان ها در حال قدرت دادن هستید. به عراق به اونها قدرت دادید، در سوریه هم مطمئنم که به اینها قدرت میدید و ایران را شما به خاطر ایران، توسط ایران عراق را زدید، افغانستان را زدید و بقیه کشورهای اسلامی را زدید و خودتان هم عملا وارد صحنه شدید و نوکرهایتان فعلا داخل کشورهای اسلامی کار میکنه، از هر دو طرف میزنه و ملت‌های بیچاره در حال سوختنن، در حال آتش گرفتنن. مسلمان‌ها را میکشید، مسلمان‌ها کشورهایشان را ناامن میکنید، آنها را تیت و پراکنده میکنید. بعد از آن هم میایه باز اعتراض میکنه. مثلا چند وقت پیش که یکی از افرادی که حقیقتا در کشور آلمان آدم بزرگی بود، حالا نمیگم که کی بود، مهم هم نیست، خیلی مهم نیست، ولی المهمی که برای مسلمان‌ها طعنه زد که شما مسلمان‌ها چرا به اینجا میایید، مکه و مدینه نمیروید. کسی نیست که از این بپرسد که شما هستید خب کشورهای اسلامی را ناامن کردید و باعث بری شدید که کشورهای اسلامی را ناامن میکنید. المهمی که جناب استاد این هم وسیله است برای
گمراه ساختن فرد مسلمان و برای گمراه ساختن جوان مسلمان. جوان مسلمانی که از دینش درست آگاه نیست وقتی میره در آن کشور خیلی راحت ازش میخوان که تو بیا مسیحی بشو، یا به هر حال باید تو به کلیسا رابطه داشته باشی، یا درس‌های مسیحیت را باید در مدارس و مکاتب خوانده بشه و از این قبیل مسائل که حقیقتا اتفاق افتاده و خیلی از این مسائل را جناب استاد ما خبر داریم. و یکی دیگه از این وسایل میشه جناب استاد موضوع پخش اناجیل باشه، پخش کتاب مقدس در میان مسلمان ها. البته جالب بر اینه که جناب استاد واقعا برای من خیلی تعجب آوره، چند سال پیش، یعنی تقریبا میشه گفت یعنی 8 سال یا 9 سال پیش، کتاب مقدس یا اناجیل چهارگانه همراه نامه های پولس و اعمال رسولان و امثال اینها را در افغانستان در حال پخش و نشر بودن. مثلا در ولایت هرات پخش میکردن ولی نه کامل کتاب مقدس، یعنی بخش عهد قدیم حذف بود، فقط عهد جدید در حال پخش بودن و پخش میکردن به تنهایی، در حالی که ما بارها نشان دادیم که حقیقتا مسیحیت تابع تورات هم هست یا نصرانیت تابع تورات هم هست، ولی آن را پخش نمی کردن، فقط همان عهد جدید را در یعنی بعضی از مناطق افغانستان پخش می کردن و در برخی از مناطق کلا کتاب مقدس را در حال پخش و نشر بودن. حتی از مثلا در افغانستان اگر بگین جناب استاد از بگرام چندین بار یعنی اخبار رسیده و پخش شده و ویدیو تصویری پخش شده که اینها در حال پخش و نشر اناجیل بودن در میان مردم و با عنوان مثال می اومد سر بازار ایستاد میشد، خیلی راحت به کسی که میفهمید مثلا از سر و صورتش میفهمید که صاحب یعنی علم نیست، یک دانش درست حسابی نداره، سواد نداره، کتاب را میداد دستش، این هم میبرد خانهش و به همین ترتیب آخر افشا شد که متاسفانه با آن هم جناب استاد هنوز اینها در حال پخش و نشر اناجیل هستند در میان مسلمان ها. ولی جناب استاد حرفم اینجاست که شاید کسی بگه که شما چرا از انجیل میترسید؟ چرا شما از کتاب مقدس میترسید؟ جناب استاد این کتاب مقدس اگر یادتان باشه ما در برنامه گذشته هم آن را نشان دادیم. ما از این ترس نداریم، چیزی نداره که از این بترسیم. برعکس ما از این ثابت کردیم که این کتابی که شما با او باورمند هستین و معتقد هستین، این کتاب شما را دستور میده که دعوت نکنین. دعوت نباید دعوت فراگیر باشه. جناب استاد ما ان شاء الله در برنامه‌های آینده برای بیننده ها وعده خواهیم داد که تناقضات این کتاب را و تحریف شدن این کتاب را ثابت خواهیم کرد. ولی المهمی که جناب استاد این چیزی نیست که ما از این بترسیم. اما یک نکته هست در اینجا که وقتی یک جوانی که خودش از اسلام آگاهی نداره، از قرآن آگاهی نداره، عقیده خودش را و باور خودش را هنوز نفهمیده درست، روی بیاره به این کتاب، ممکن فریب بخوره. ولی یک فردی که از اسلام آگاه باشه، یک فردی که از قرآن آگاه باشه، قرآن را خوانده باشه و بفهمه، این کتاب حقیقتا هیچ نوع ترس و هراسی برایش نداره. پس ما موضوع ترس در اینجا نیست، بلکه موضوع اینه که اینها روی می آورند به جوانهایی که و به افرادی که اینها آگاهی درستی در مورد اسلام ندارن. و الا اینکه اگر در مورد اسلام اینها کسی آگاهی داشته باشه، امکان نداره که این کتاب را به هر حال قبول بکنه و بپذیره. جناب استاد فاتح گرامی، البته یک چیز طبیعی است که دشمن از نقاط ضعف استفاده میکنه. بله. هر جایی که نقطه ضعف بود از او استفاده میکنه. بله. پس طبق فرموده شما یکی از شیوه های عمده تنصیری ها یا دعوتگران به نصرانیت و به مسیحیت بی ثبات کردن کشورهای اسلامی است تا زمینه را به خاطر فعالیت های دعوی خودشان هموار کنند و از طریق مؤسسه های خیریه، حتی از طریق کورس ها و آموزش و پرورش، از طریق درمان و از طریق رسانه های مختلف با شیوه های مرموز اینها مردم آهسته آهسته به طرف مسیحیت دعوت میکنن. اگر استاد گرامی اجازه بدین یک توقف داشته باشیم و همراه با بیننده های عزیز و گرامی یک میان برنامه را ببینیم و بعدش انشالله صحبتمان را ادامه خواهیم داد. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. هدایت آنان بر عهده تو نیست، ولیکن الله هر را بخواهد هدایت می کند و هر انفاقی که می کنید برای خودتان است
و فقط به رضای الله انفاق نمایید و ثواب هر مالی که انفاق کنید به طور کامل به شما داده می شود و هیچ ستمی به شما نخواهد شد. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام دوباره و مجدد در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. قبل از میان برنامه به برخی از شیوه ها و اسالیب و وسایلی که تنصیری ها برای دعوت غیر مسیحی ها از او استفاده میکنن اشاره شد و به خصوص از وسایلی که اینها در کشورهای فقیر از آن استفاده میکنن، مانند تطمیع با مال و از طریق درمان و همچنین از طریق کمک های بشردوستانه. جناب استاد فاتح، خب از کشورهای که فقر در اونجا حکم فرما نیست، کشورهای در حال توسعه بگیم یا حتی کشورهای غنی، تنصیری ها از چه شیوه های استفاده میکنن؟ چون اینا در تمام دنیا فعالیت دارند و قسمی که در برنامه قبلی هم اشاره کردیم، اصلا خود تنصیر یک حرکت یا یک جریان استعماری و اشغالگری است و یکی از بازوهای اشغالگران است که زمینه را برای اشغالگران هموار میسازه. جناب استاد، حقیقت امریه که وسایلی که اینها استفاده میکنن برخی از وسایلی که ما قبلا اشاره کردیم مشترکه، چی در کشور فقیر چی در کشور یعنی سرمایه‌دار یا کشورهایی که یعنی از نظر ثروت و دارایی در حد بالایی یا در حد متوسط قرار دادن، تقریبا مشترک است در میان اینها. ولی یکی از موضوعات مهم که باز هم مشترکاً در عموم کشورها نقل یعنی حقیقتا اینها استفاده میکنن، یکی از روش ها موضوع واجگون نشان دادن یا بد نشان دادن چهره اسلام هست که اسلام را با آن گونه‌ای که هست نه، بلکه با یک گونه بسیار بد معرفی میکنن. مثلا در کشورهای اروپایی، حتی در کشورهایی که مسلمانند، فعلا از طرق مختلفی در راه زدن اسلام هستند و اسلام را به یک گونه دیگری که اصلا یک دینی که وحشت داره، یعنی فرد وقتی نام اسلام یا نام مسلمان رو میشنوه چنان تبلیغات شده که فرد احساس میکنه یک دینیه که یعنی بکش و بزن و به هر حال یک هیولا هست. و اینا خودشون هم برخی از این جریان ها رو خودشون میسازن. بله جناب استاد، هیچ ربطی به اسلام نداره. بله، ربطی به خاطر وارونه جلوه دادن چهره اسلام. از دو حال خالی نیست جناب استاد. این برخی از گروه هایی که حقیقتا افراطگر هستند و افراطی هستند که به وجود آمدن و برای کشتن انسانیت و بشریت هیچ ابایی ندارند، چی مسلمان و چی کافر، حقیقتا میشه که دو علت به آن ما بیان بکنیم. یک موضوع که شما اشاره کردین که خود اینها مستقیما زیر نظر اینهاست و اینها را تمویل میکنن، و یک علت دیگه هم ظلم و جنایاتی است که اینها در طول این چند سال انجام دادن که یک عده عقده‌ای از میان برخی از کشورها برخیزند و به هر حال با عقده و با کینه، نه با فکر و اندیشه، شروع بکنن به کشتن و زدن و به هر حال هر کس که پیش آمد هیچ نوع ابایی نداشته باشن، خیلی راحت انسانیت را به تباهی بکشاند. پس علت نشأت هر دو جریان
چه جریانی که خودشان ساخته باشن، چه جریانی که در نتیجه عکس العملی یا واکنشی به وجود آمده باشه، هر دویش سببش خود مسیحی هست. بله بدون شک جناب استاد. ولی المهمی که جناب استاد اینها برای بد نشان دادن چهره اسلام از هر گونه تلاش میکنن و سعی میکنن. با عنوان مثال جناب استاد چند وقت پیش بنده یک ویدیویی پخش کرده بودم در فیسبوک که نشان میداد که در آفریقای مرکزی مسلمان ها چگونه سر بریده میشن. یعنی اصلا نمیتونه انسان آنها را ببینه. شاید یک روز اینها را پخش کردین، ولی پخش کردن اینها از نظر مسیحیت جرمه که چرا شما اینها را پخش میکنن. خب پخش کرده بودم که در آفریقای مرکزی مسیحی ها حمله میکنن سر مسلمان ها، جوان های مسلمان را یکی یک سر میبرند و میندازن داخل حفره، داخل یک گودال میندازن و بعد یکی یعنی دنبال هم یک نفر را نه چندین نفر را سر میبرند. این ویدیو را پخش کردم جناب استاد، چند روز نگذشت که فیسبوک حذف کرد و برای من اخطار داد، گفت که حق نداری همچون چیزها پخش بکنی، این خلاف قوانین فیسبوک هست. اما جالب بر اینه که جناب استاد در همین فیسبوک برخی از گروه هایی که خودشان را منتسب به اسلام میکنن سر میبرن، میکشن، با فجیع‌ترین شکل میکشن، در فیسبوک در حال پخش شدنه. خود فیسبوک هم در این مورد همکاری میکنه با آنها، خیلی راحت اینها را پخش میکنن. نه خلاف قوانین فیسبوک میشه، نه خلاف قوانین بین المللی میشه، فقط به محض اینکه حرف مسیحیت و جنایات مسیحیت را آمدی مطرح کردی، باز اینجا مسئله خلاف قوانین بین المللی و نمیفهمم زیر 18 سال نباید ببینه و نمیفهم فلان بشه و این خلاف قانون فیسبوک هست و خلاف قانون این سایت هست و نباید پخش بشه. المهمی که جناب استاد اینها برای گمراه کردن، برای بد نشان دادن چهره اسلام از هر گونه‌ای که شده استفاده میکنن. جالب بر اینه که جناب استاد حتی از برخی از رسانه هایی که در برخی از کشورهای اسلامی است هم استفاده میکنن در این باب. شما ببینید برخی از رسانه هایی که به عنوان مثال امروز در افغانستان هست، اینها جناب استاد سخنگوی مسیحیت شده و حقیقت امر ایه که اینها علنا و با افتخار برای مسیحیت و برای بادارانشان گزارش میدن که ما این اعمال را در افغانستان انجام دادیم و اسلام را در حال پارچه پارچه کردن هستند. جناب استاد اسلام را در حال بد نشان دادن هستند، از اسلام یک چیز دیگری میسازند. چند روز پیش جناب استاد الحمدلله در این روزها یعنی حقیقت امریه که اخبار زیادی میرسه از کشورهای مختلف که به هر حال مسیحی ها یا غیر مسلمان ها در حال مسلمان شدن هستند، گرچه در طول تاریخ این اتفاق افتاده. بنده این نکته را نوشتم، در اینجا هم میگم که در اونجا نوشتم که فهمیده ها و دانشمنده های آنها میان مسلمان میشن، ولی یک عده انسان های بی سواد و احمق ما میرن متاسفانه مسیحی میشن. این یک حقیقتیه جناب استاد. شما ببینین که علمای آنها و کشیش های آنها میان مسلمان میشن، بله، اما برعکس یک جوانی که از اسلام اصلا چیزی نمیفهمه، هیچی نمیفهمه و از اسلام اصلا آگاهی نداره، یا اگر آگاهی داره همان اسلامی که برایش نصرانی ها معرفی کردن و دشمنان اسلام معرفی کردن، همان اسلام را میشناسه و خیلی راحت جناب استاد فریب اینها را میخوره و میره. بنابراین جناب استاد یکی از راههایی که حقیقتا اینها اسلام را باز بد نشان میدن یکی رسانه هایی است که متاسفانه به دست برخی از منتسبین به اسلام یا برخی از افرادی که ادعای مسلمان بودن میکنن و یا ای که این رسانه ها در کشورهای اسلامی در حال فعالیت هستن و فعالیت میکنن و متاسفانه کسی هم نیست که جلوه اینها را بگیره که شما چی پخش میکنید چی پخش نمیکنید. در حالی که به عنوان مثال اگر ما به افغانستان جناب استاد بپردازیم، برخی از این رسانه ها که حقیقت امر ایه که اسلام را یک چیز دیگری نشان میدن برای جهان و جهانی هم هست، هم مخالف قانون اسلامی است و هم مخالف قانون اساسی که خودشان ساختن و همچنین مخالف قانون رسانه‌ای که خودشان ساختن هست، ولی کسی نمیتونه جلوه اینها را بگیره چون اجازه نمیدن. کشورهای اروپایی میگن که آزادی رسانه باید مراعات بشه و شما این قانونی که نوشتید این قانون هست، به هر حال حالا کسی عمل میکنه یا نمیکنه این مهم نیست، المهمی که قانون رسانه‌ای باید مراعات بشه. اما اگر همین رسانه بیاید چیزی بر علیه مسیحیت یا بر علیه حکومت‌های استعماری و ظالم بگه، زیر نظر امنیت ملی میره، زیر نظر
آمریکا میره، در لیست سیاه نوشته میشه که چرا این حرفا رو میزنه. این نباید این حرفا رو بزنه. این حرفا امروز وقتش نیست. چرا شما نفاق در میان انسانیت میاندازید؟ اما خودشان که هر چی بگن میز گرد تشکیل بدن، بر علیه اسلام حرف بزنن، بر علیه مسلمان ها حرف بزنن، بر علیه گروه های اسلامی حرف بزنن، در آنجا دیگه همه باید ساکت باشن. بله والله شما راست میگید و جز این دیگر چیزی نیست. و چند روز قبل شاید شما هم مشاهده کرده باشین که صدر اعظم آلمان خانم انگلا مرکل مسلمان ها را توریست های مسلمان رو به این تعبیر در یکی از گفتگوهایش صحبت مطرح کرد که بالاخره از طرف رئیس جمهور ترکیه صحبتایش رد شد. جناب استاد و یک جریان هم هست در اروپا جناب استاد زیر نام برنامه یا جریان اسلاموفوبیا. جناب استاد حقیقت امر ایه که اون نفر یادم هست که شما کی را میگید، همان زن را میگید، اون گفته بود که مسلمان ها، ما وقتی میگین تروریسم منظور ما مسلمان ها نیست. منظورش این بود که وقتی ما میگین تروریسم منظور ما مسلمان ها یا اسلام نیست، که این یک دروغه. این یک دروغه. خودش جناب استاد جای تمرکز داره. این حرفش دروغه، چون هر گروه اسلامی با هر خوبی هایی که به هر حال داره، چون دین خود را میخواد که تطبیق بکنه، مثل که شما میخواید دموکراسی برقرار بشه، او میخواد که دینش در کشورش وجود داشته باشه، برایش خیلی راحت موضوع تروریسم را نسبت میدید، در حالی که تروریست های واقعی خود شما هستید. و حقیقتا تروریسم اگر باید مبارزه بشه، اولا باید بر علیه آمریکای جنایتکار بشه، بعد هم بر علیه ایران بشه، باید هم بر علیه آلمان بشه، بر علیه فرانسه بشه، بر علیه کشورهایی که ما در طول تاریخ در جنگ اول و دوم جهانی هم میبینیم که اینها چقدر جنایت کردن و امروز هم چقدر جنایت میکنن. و اکثر جنایاتی که امروز در کشورهای اسلامی صورت میگیره زیر نظر این هاست، یا با فرمان این هاست، یا هم دست نشانده این هاست که این اعمال را بر علیه مسلمان ها انجام میده. و باز میه حرف از تروریسم میزنه که میگه نه، ما وقتی که گفتیم تروریسم منظور ما مسلمان ها یا اسلام نبوده، بلکه منظور ما تروریسمه. خب کدام تروریسم؟ خب تروریسم که شما هستید که حالا جلسات را تشکیل میدید در کشورهای مختلف و میرید بر علیه مسلمان ها حرف میزنید. المهمی که جناب استاد اینها از رسانه های مختلف، چی رسانه های داخلی و چی رسانه های خارجی، بر علیه مسلمان ها موقف میگیرن و تلاش میکنن که مسلمان ها را حقیقتا یا از مسلمان ها یا از اسلام یک چهره دیگر نشان بدن. و همچنین جناب استاد موضوع دیگری که در این رسانه ها به خصوص مطرح میشه برای این که مسلمان ها را به طرف مسیحیت یا حداقل مسلمان ها را از دینشان بکشن، موضوع موقف گرفتن های بسیار بیجا و بی‌مورد برخی از رسانه ها بر علیه علمای امت اسلامی است و بر علیه دانشمندان امت اسلامی. این جناب استاد خیلی مهمه. این موضوع به نظر من خیلی مهمه، از اساسی ترین موضوعات هست. ما نمیگیم که علما معصومند، علما خطا نمی‌کنند، علما خطا می‌کنند، علما معصوم نیستند، ولی جناب استاد این را یعنی باید بفهمیم که و این را درک بکنیم که حقیقت امر ایه که زدن علما در یک جامعه و بدنام کردن علما در یک جامعه حقیقت میتونه که جوان را از مسائل بسیار مهم و اساسی دینش دور بکنه. به عنوان مثال ملاها را بیاین بزنین، آخوندها را بزنین، مولوی ها را بزنین، علما را بزنین، دانشمندان اسلامی را بدنام بکنین. در شبکه‌های مختلف این کار را انجام میدن. امروز مثلا در افغانستان در حال انجام هست متاسفانه، چی شبکه‌هایی که داخلی است و چی شبکه‌هایی که در خارج متاسفانه بر علیه اسلام کار میکنن و به نام مسلمان. میه جناب استاد موضوعی مطرح میکنه والله آخوندها والله ملاها والله فلانی ها والله فلانی ها. خب این حرفا را میزنه تا اینکه خودش به جای اونها بشینه. بعد که به جای اونها نشست خیلی راحت دیگه شروع میکنه به هر آنچه که دلش خواسته باشه به هر حال حرف میزنه و به نام اسلام آن را تمام میکنه، به نام قرآن آن را تمام میکنه و به نام دین آن را تمام میکنه. یک جوان مسلمان را میگه تو مسجد نرو، نماز نخوان، پشت سر اینها نماز نخوان، حرف اینها را گوش نکن، چون میدانه که اکثر حرکاتی که مسلمان ها تا حالا انجام دادن و پوزه حقیقتا میشه گفت بینی این افرادی که به کشورهای اسلامی دسترازی میکنن، چی از نظر فرهنگی، چی از نظر سیاسی، چی از نظر اقتصادی، بینی اینها را به خاک مالیدن. حقیقت امر ایه که جناب استاد در رأس اینها علما قرار داشتن و اینها از این موضوع میترسن، چون میفهمن که اگر علما مردم حرف علما را گوش کرد نمیتونن اینها برنامه‌های خود را در کشورهای اسلامی به اجرا بگذارن. بنابراین یک
آدمی خودشان میسازند به نام عالم، یا هم شاید عالمی باشه، آخوندی باشه، به هر حال یک عمل منکر انجام میده و تماما میآیند به سر او تمرکز میکنند که والله کل اینها همین گونه ای هستند که همین نفر را شما میبینید. و جناب استاد ناقص نشان دادن دین اسلام، یعنی از اسلام نه اینکه چهره اسلام را بد نشان میدن، بلکه هدف دیگر و روش دیگر اینها اینه که از اسلام یک چهره دیگری کلا نشان میدن. این خب یک موضوع جدایی هست. اما کار دیگری که میکنن جناب استاد، اسلام مثلا برنامه‌ای داره برای تمام روابط اجتماعی، روابط که انسان در میان خود و مخلوقات داشته باشه، روابطی که انسان در میان خود و خالق و الله خود داشته باشه، مسائل حقوق و مسائل سیاسی و همه مسائل را جناب استاد در اسلام گنجانیده شده و نشان داده و بر روی همه تمرکز داره اسلام. شما فقه اسلامی را باز کنین متشکل از همه این هاست. ولی اینها جناب استاد برخی از افراد میشه گفت که واقعا بسیار بسیار انسانهای سبک مغز، انسانهای کوتاه فکر، انسانهایی که نظر بسیار سطحی دارن نسبت به دین، متاسفانه از فرزندان مسلمان هم هستند. اینها را آوردن در کشورهای اسلامی متاسفانه تولید کردن، البته اینها را بردن در کشورهای خودشان، شستشوی مغزی داده و اینها را داخل کشورهای اسلامی فرستادن. این فرد که آمده، حالا چی تحت نام سکولار باشه، چی تحت نام دموکرات باشه، چی تحت نام روشنفکر باشه، برخی از اینها را چی میگن؟ روشنفکرهای دینی، که حقیقت من همیشه جناب استاد میگم که اینها تاریک فکرها و کهنه فکرها هستند، که اینها فکر اینها خیلی کهنه و فکر اینها خیلی تنگ و تاریکه. اینها دیگران را نسبت میدن که شما تنگ نظر هستید، ولی خودشان تنگ نظرترین مردم هستند و شروع میکنن اینها جناب استاد اسلام را، از اسلام یک چهره نشان میدن، همان چهره‌ای که متاسفانه از مسیحیت نشان داده شده، همان چهره‌ای که از مسیحیت نشان داده شده که مسیحیت نمیتونه که یک جامعه را رهبری بکنه. درسته در مسائل عبادی خوبه، دین خوبیه، مثلا مسیحی ها کسایی که به عنوان مثال سیکولارن در میان آنها و این فکر متاسفانه از آنها نشأت گرفته، خیلی راحت میگن مسیحیت دینیه که در باب عبادت خوبه، برای ما برنامه داره، ولی در باب دنیا نمیتونه برای ما برنامه داشته باشه. ولی اسلام این کوتاه فکرها، این که سطحی نگرها چیکار میکنن جناب استاد؟ اسلام را مثل مسیحیت به جهان اسلام و در کشورهای اسلامی معرفی میکنند. و اینها کیها هستند؟ کسانی هستند که تولید شدگان هستند که از کشورهای غربی متاسفانه یا شستشوی مغزی در اونجا داده شدن، یا در اینجا شستشوی مغزی توسط پول و توسط جا و مکان و مقام متاسفانه که بر اینها داده شده و خیلی راحت میان در شبکه‌ها و در رسانه‌های صوتی و تصویری و نوشتاری متاسفانه بر علیه اسلام موقف میگیرن ناخودآگاه و بدون اینکه بفهمند که ما چیکار میکنیم. اسلام را یک دین بی خاصیت، اسلام را یک دین که حقیقتا برنامه برای زندگی نداره، اسلام دینی که نمیتونه سیاست ما را درست بکنه، اسلام دینی که در اقتصاد ضعیفه، برنامه درستی نداره و اینها را علنی جناب استاد اعلان میکنن و میگن که الله دین را فرستاده که تا دین عبادی باشه، نه فرستاده که دین سیاسی و دین حقوقی و دین اقتصادی و دین فلان و فلان باشه. و این حقیقتا جناب استاد این هم یک ضربه بسیار مهلکی است که از جهان مسیحیت برای تنصیر مسلمان ها و برای نصرانی ساختن مسلمان ها و برای گمراه ساختن مسلمان ها و برای بدبخت کردن و برای بیغیرت نمودن یک جوان مسلمان متاسفانه استفاده میشه که از اسلام یک دین کلن میشه گفت که یعنی هیچ تأثیری نه در زندگی تو داره، نمیتونه زندگی تو را بسازه، یک دینی که اصلا نه در اقتصاد برنامه داره، نه در سیاست و نه در هیچ سیاست، اصلا تو را فقط گوشه مسجد را بگیره همونجا عبادت خود را بکن. جناب استاد این حقیقت امر ایه که این افراد یعنی دموکرات ها و سکولار ها و یا همان به تعبیر امروزی بگین که روشن فکرهای دینی که ادعا میکنن که میتونن نصوص شرعی یک فهم نوین داشته باشه، فهم جدید داشته باشه، شما باید به دنبال فهم جدید باشین از نصوص شرعی و این برداشتی که شما دارین برداشت بسیار کوتاه و برداشت بسیار کهنه است، ولی برداشت ما نوه، برداشت ما جدیده، باید قرائات مختلف از دین ما بپذیریم و قبول بکنیم که حقیقتا جناب استاد اینها همه شاگردان فکری یا شاگردان زیر دست مکتب استشراق یا مکتب تنصیر هستند که متاسفانه برای گمراه کردن مسلمان ها هستند و همان برنامه های تنصیر رو در کشورهای اسلامی در حال اجرا هستند و به اجرا میگذارند.
خب جناب استاد، فکر کنم که از وقتی از شیوه ها و از اسالیب یا از وسایل تنصیری ها در کشورهای غنیتر صحبت میکنیم یا کشورهایی که از نگاه اقتصادی تقریبا خودکفا هستند، به این اگر اشاره میشه اینها بیشتر وسیله عمده از اینها در این کشورها رسانه است. با استفاده از رسانه و از طریق تربیت یافتگان غرب که جیره‌خواران و مزدوران بیش نیستن، البته ما همه آنهایی که در غرب تحصیل کردن طرف خطاب ما آنها نیست، کسایی که روی برنامه‌های گسترده و به صورت سیستماتیک به غرب برده میشن و از آنها به عنوان ابزار برای تبلیغ مسیحیت استفاده میشه. خب از طریق رسانه اینها شبهات و شهوات را پخش میکنن و مردم به انحراف میکشانن. پس گفته میتونیم که به صورت عمده اینا از طریق رسانه ها، از طریق تربیت یافتگانشان در غرب و از طریق کسانی که به شهوات غرق هستند و با مطرح کردن شبهات مردم یا عده محدود از افراد جامعه را که از دین آگاهی چندانی ندارن اونها را به طرف مسیحیت میکشانن. اما جناب استاد، سوال دیگری که اینجا مطرح میشه است که چه عوامل باعث میشه که اینها با استفاده از این وسایل میتونن برخی از افراد را از دین اسلام منحرف بکنن و به مسیحیت بکشونن، اگر درست باشه این تعبیر؟ جناب استاد، حقیقت امریه که در لابلای حرفها میشه از لابلای حرفایی که ما گفتیم یک بیننده هم بتونه به این موضوع نتیجه بگیره، ولی با آن هم میشه که برخی از مسائل را اشاره بکنم. موضوع فقر که اشاره کردم یکی از علتهایی که در کشورهای فقیر به خصوص یا افراد فقیر اینها موفق میشن موضوع فقر هست. خب این فقر اقتصادی است. یک موضوع دیگر که مطرح میشه فقر فرهنگی یا فقر فکری به شکلی بگین. فقر فرهنگی به این معنا که جناب استاد یک فرد مسلمان و یا یک خواهر و یا یک برادر مسلمان مادامی که از اسلام خود آگاهی داشته باشه همان فقرش کامل میشه، یعنی فقر دیگه نداره، سیر میشه، از هر نظر ثروتمند به حساب میرسه، از نظر فکری و از نظر فرهنگی. ولی مادامی که برعکس باشه، یعنی این که از اسلام خود آگاهی نداشته باشه، این انسان فقیر گفته میشه، این انسان مسکین و بیچاره گفته میشه. در بعد مسائل دینی فقیر است. بله فقیر هست با وجودی که تمام دنیا را هم داشته باشه، اما چون معلومات درستی نداره در این باب، یعنی در باب فکری و در موضوع فکری حقیقتا یا در موضوع فرهنگی به صورت کلی که کل جامعه را در بر بگیره. فقر علمی هم میشه خطاب. بله میشه فقر علمی هم گفت. بله فقر علمی هم گفت. اگرچه جناب استاد خوبه که اینجا یک نکته دیگه اشاره بکنم، و این که ما وقتی فقر علمی میگین منظور ما این نیست که شرعی است. بله علوم شرعی است و منظور ما این نیست که همه مردم برن متخصص در دین بشن. بله. و این را هیچ عالمی هم نگفته که شما همه مردم برن متخصص در دین بشن، در حدی که فرد دینش را بشناسه، حداقل قرآن را بفهمه، حداقل قرآن را بفهمه و پیرامون قرآن آنچه که رسول الله علیه السلام قرآن را تفسیر کردن و فهمیدن بر اساس فهم درست قرآن را بفهمه و موضوعات مهمی مثل نماز و مثلا موضوعات نماز و زکات و حج و چیزهایی که بر او وقتی فرض میشه آنها را بفهمه. در این حد هر مسلمان بر او لازمه که بفهمه. اما از آن بالاتر مسائل تخصصی، مثلا یک فرد بره متخصص در حدیث بشه، متخصص در تفسیر بشه، متخصص در فقه بشه، این بر همه مسلمان ها لازم نیست و فرض نیست و این رو توصیه هم نمی کنیم که کل جوان ها برن متخصص در دین بشن، نیازی نداره به این موضوع. میشه مثلا امروز یکی از وسایلی که اینها بیشتر استفاده میکنن در باب تکنولوژی. خوبه که یک جوان مسلمان دینش رو بفهمه، دینش رو حداقل آن مقداری که بر او فرض بفهمه، بعد بره یک متخصص بشه، مثلا در باب تکنولوژی امروز برای در باب کامپیوتر متخصص بشه، برای اختراع بکنه، برای دکتر بشه، برای یعنی طبیب بشه، برای یک مهندس و انجینر بشه. خیلی خوبه، ما افتخار میکنیم به همچون جوانهایی.
این هم جناب استاد یک وسیله است که ما نیازمند باشیم به طرف آنها. شما ببینید جناب استاد در طول تاریخ چند روز پیش یک ویدیویی پخش شده بود، جالب بود. 10 تا از دانشمنده های مسلمان را معرفی میکرد که توسط صهیونیست‌ها ترور شدن. یعنی اینها هر وقتی که ببینن یک پروفسور، یک دانشمند در باب مسائل علوم امروز و علوم روز آگاهی کامل داره و مسلمان باشه و مسلمان عقیدتی و فکری باشه، آن را از بین میبرن. اجازه نمیدن جناب استاد، اجازه نمیدن برایش. چنانه که شما اشاره کردین استاد در ابتدای برنامه، چنانه که مسیحیت از عین ابزار برای تبلیغ مسیحیت استفاده میکنه، صفویت هم با اتباع از مسیحیت از عین ابزار استفاده میکنه. بله بله. و تروری که شما به او اشاره کردین، دیدیم که صفوی ها از عین وسیله و از عین ابزار برای ترور علمای مسلمان عراقی استفاده کردن. علمای معتقد، علمایی که خواهان احیای شکوه امت اسلامی بودن، اونها را یکایک به صورت برنامه ریزی شده ترور کردن در عراق. بله متاسفانه جناب استاد این اتفاق افتاده توسط روافض که حقیقتا همان اکثر برنامه‌های روافض همان برنامه صهیونیستی است. ای کاش میشد که یک فرصت ما برنامه‌های صهیونیست ها را بیارین در اینجا مطرح بکنیم که حکمای صهیونی چی میگن در مورد مسلمان ها و چی برنامه‌ها و چی طرح ریزی های مثل که برنامه 50 ساله خمینی هست، همان شبیه همان بر علیه مسلمان ها. متاسفانه جناب استاد حکمای صهیونی پروتکل های امضا کردن و هست، موجوده جناب استاد، موجوده که به زبانهای مختلف هم ترجمه شده. یک فرد مسلمان بره اونها را مطالعه بکنه، ببینه که صهیونیست‌ها چی فکرهایی دارن بر علیه مسلمان‌ها. المهمی که جناب استاد خوبه که ما وقتی موضوع علم را مطرح میکنین، ما نمیگین که چون برخی ها فکر میکنن که ما وقتی موضوع علم را میگین یعنی این که همه شما برین حافظ قرآن بشین و عالم دین بشین. این را کسی نگفته و نمیگه و هیچ عالمی هم این حرف را نزده که همه مسلمان‌ها برن متخصص در دین بشن. مقدار فرض و مقداری که بر هر مسلمان فرض عین هست، هر مسلمان باید آن را بفهمه، اما مقداری که فرض کفایی است باز آن ربط میگیره به اهل خودش، تخصصش. خوبه که هر جوان یعنی بره به یک جهتی، بره یک چیزی بفهمه که الله متعال همه جوانهای عزیز ما که چی در ابواب مختلف علمی تلاش میکنن، الله متعال حفظ بکنه از شر اینها، چون اینها اجازه نمیدن که مسلمانها قوتی داشته باشن که اینها حقیقتا بیاین یعنی برای خودشان خودکفا بشن. این را جهان مسیحیت یا جهان تنصیر متاسفانه نمیخواه، جهان صهیونی نمیخواه که مسلمان ها از هر نظر از خودکفا باشن و مثل که مثلا ما در تاریخ اسلام داریم که زمان مسلمان ها بودن، زمان را مسلمان ها داشتن، نه در سالهای بسیار یعنی خیلی دور، بلکه در همین سالهای نزدیک، یعنی در قرنهای بسیار نزدیک که از اروپا می آمدن به کشورهای اسلامی علم و تکنولوژیات می گرفتن و میفرستادن فرزندانشان را به اونجا که بیان شما یاد بگیرین. به همین واسطه بنده بارها یاد کردم که متاسفانه اینها دزدهای فرهنگی هستند که برخی از اختراعات مسلمان ها را دزدیده، نام آن را حذف کردن، بعد نام خودشان را آنجا نوشتن که والله مخترع فلانی است. و ای کاش به این اکتفا میکردن. بعد از اینکه برنامه و طرح علمای مسلمان را دزدیدن، علمای مسلمان با فجیع ترین انواع شکنجه و قتل رساندن. بله بله. خب جناب استاد اگر اجازه بدیم، به اجازه شما و بیننده های عزیز و گرامی باز هم یک میان برنامه میبینیم، اما انشاءالله بعد از میان برنامه نوبت شما عزیزان است و منتظر صحبت ها و تماس های شما عزیزان خواهیم بود.
خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد در خدمت شما عزیزان هستیم و همکار ما در اتاق کنترل تلفن های برنامه را همه لحظه انشاءالله زیرنویس میکنن و شما میتونین که طی تقریبا کمتر از 20 دقیقه که از وقت برنامه باقی مانده تماس بگیرین و صحبت هایتان را در ارتباط به موضوع برنامه مطرح کنین. جناب استاد گرامی، استاد عبدالرحمن فاتح، شما وقتی به عواملی که باعث فریب عده میشه و اینها به مسیحیت میگرایند، دو عامل عمده را ذکر کردین که عامل فقر بود، فقر اقتصادی بود و همچنین فقر علمی که البته اینجا هدف از علم شریعت است، بیشتر علوم دینی است. وقتی انسان از علوم دینی به صورت دقیق یا به صورتی که تا حدی که نیاز هر مسلمان است اطلاع داشته باشه، به زودی فریب دعوتگران مسیحی را نمیخوره و وقایع می باشه برای حفظ دینش و برای عدم فریب خوردن از فریب های مسیحی ها. اگر اجازه بتین جناب استاد، فکر کنم که تلفن های برنامه وصل است و ما اولین بیننده را میگیرم. السلام علیکم. بیننده گرامی بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید، خود معرفی کنیم بیننده گرامی، از کجا صحبت میکنیم؟ پیرمرد هستم، از ایران صحبت میکنم. گرچه نامتان نفهمیدیم، بفرمایید بیننده گرامی. پیرمرد هستم، از ایران صحبت خب میکنم. شیر احمد اگر درست؟ بله. خب بفرمایید آقای شیر احمد. سلام عرض میکنم خدمت شما و اساتید عزیز. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. موضوع برنامه مسیحیت هست در افغانستان. واقعا فهمیدیم مجاهدینی که در افغانستان هستن اینا کجا هستن که مسیحیت هم روافضیت در کنار هم قرار گرفتن. در داخل افغانستان اینها خیلی نفوذ دارند. روافض در کنار مسیحیت خیلی همکار هست در اونها. مجاهدین چرا اینها را میگذارن با حد اینا نفوذ کنن بر داخل افغانستان، در رسانه های افغانستان؟ چرا مجاهدین کجا هست که جلوی رسانه ها را بگیرند که خدمت روافض و خدمت مسیحیت را اینا انجام میدن؟ همیشه ما میبینیم که برنامه های اینا دارد، برنامه کفری و شرکی هستند. مجاهدین حاک هستند. چرا علمای افغانستان قدرت در دست ندارند، اما مجاهدین چرا خواب هستند؟ چون همیشه علمای افغانستان اینا بدنام کردند. یک دختر که این چند سال پیش کشته شد، چقدر اینا در علیه علمای افغانستان برنامه های داشتن، بدنام کردن علمای افغانستان را پیش گرفته بودند. ما واقعا متاسفم به دولت مردان افغانستان که روافض و حتی ایران که ایره اصلی روافض هستن خیلی نفوذ داره در داخل افغانستان. این دولت مردان چرا تشکر آقای شیر احمد. امیدواریم که این پیام شما و این صدای شما به گوش مجاهدین سابق که همیشه شعار پاسداری و حفاظت از ارزش‌های اسلامی را سر میتن، پیام شما به گوش اونا رسیده باشه و عملاً علیه فعالیت‌های رافضی‌ها و مسیحی‌ها دست به اقدام شدند. تشکر از شما. بیننده بعدی بفرمایید. سلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شبکه وصولی. بله بفرمایید خواهر گرامی، شما وصل هستین. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. خواهر گرامی، از طریق تلفن، از طریق گوشی تلفن با ما در تماس باشین، صدای تلویزیونتان رو ببندین. خب مثل که تماس ما با خواهر قطع شد، میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم، بفرمایین.
بیننده گرامی شما وصل هستین، بفرمایید. السلام علیکم. بیننده گرامی بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید از کجا صحبت میکنین؟ خودتان معرفی کنین. سلام استاد، ما از ایران تماس میگیریم. سلام علیکم، خسته نباشید استاد. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بیننده گرامی. استاد ما نماز جماعت که میکنیم که به افغانستان نماز میخونیم، بعد از نماز خفتن شریف با سرمدی شریف بیننده گرامی اگر اجازه بدین، چون این برنامه بازسازی اندیشه است و اگر صحبتی دارین در ارتباط با موضوع برنامه در خدمت شما هستیم و سوال شرعیتان میتونین 1 ساعت بعد در برنامه پرسش و پاسخ مطرح کنین. تشکر از شما بیننده گرامی. حتما جواب بریم بدین که بریم فرض این جواب بریم. بیننده گرامی، چون ما در ابتدای هر برنامه گفتیم که در هر برنامه موضوعی را که مطرح میکنه مسئولیت هم موضوع را به عهده دارم. برنامه پرسش و پاسخ در اونجا سوالای شرعی مطرح میشه و اونجا میتونین شما جوابتان رو بگیرین. ما از شما معذرت میخوایم بیننده گرامی. تشکر از شما. میریم سراغ بیننده بعدی. بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم. عرض سلام دارم به خدمت شما جناب استاد. و علیکم السلام. بفرمایید بیننده گرامی. من محمد هستم از ایران، به خدمت شما مزاحم شدم. آقا محمد گرامی بفرمایید، در خدمت شما هستیم. من میخواستم نکاتی رو در موضوع برنامه عرض کنم به خدمت شما استاد عزیز و همه بینندگان عزیز و گرامی. بفرمایید. به دنبال تغییر کیش و آیین خود هستند و روی میارن به مسیحیت و دیگر ادیان دیگر. من فکر میکنم مشکلات اجتماعی یکی از مشکلات اساسی است که این عقیده در اونها ایجاد میشه و آیین خود رها کنن به یک کیش دیگر علاقمند میشن. مشکلات اجتماعی بله، این در جامعه هستش و یک سری از این افرادی که میان تطمیع مالی میشن به خاطر اینکه فقط دین خود رو رها کنن، اسلام رو رها کنن و روی بیارن به مسیحیت. این واقعا مشکل اساسی است. بنده خودم فکر میکنین که بیننده گرامی فکر میکنین تنها داشتن یک معضله اجتماعی، یک مشکل اجتماعی باعث شود که انسان دین خود، باور خود و عقیده خود تغییر بده، رها کنه، به دین دیگری بپیونده؟ من در اول عرایزم عرض کردم که یکی از عوامل همه عوامل این است. بله، یکی از عوامل مشکلات اجتماعی است، نداشتن شأن اجتماعی در یک جامعه‌ای که همه به دنبال رشد هستند. اما متاسفانه می‌بینیم و حتی افرادی که نام خود را عالم می‌گذارند رعایت نمی‌کنند و حاضرن به خاطر یک سری وعده‌های مالی پوچی که از دیگران و از روافض میشنوند همه عقاید خود را زیر پا له کنند به خاطر اینکه دل یک عده را به دست بیارن و یک ثروتی برسن و این خیلی پست است. این خیلی مقام زشتی است به نظرم و باید افراد، حالا جدای از مقوله اجتماعی که کنار بگذاریم و افراد دلایل دیگری دین دارد، اینکه شبهات مختلفی که در شبکه‌های مختلف میبینن و احساس میکنن رفاه و آزادی که در دیگر شبکه‌ها به نمایش گذاشته میشه. نگاه میکنم شبکه‌های جیم و منوتو و اینها مشکلات و معضلات فرهنگی، اینها فکر میکنن اونجا آزادی است و در اسلام آزادی نیست. اینها سخت در گمراهی هستن. اینها یکی از مهمترین دلایل دیگر این شبکه‌هایی که مسیحیت هستن و سخت دارن میتازن به اسلام و میبینیم حتی رسولان ما را سخت در کتب خودشان، در همه کتب مقدسی که خودشان میگن، اینها توهین‌های بسیاری کردن. به حضرت داوود توهین کردن، به حضرت یونس توهین کردن و یک سری صحبت‌هایی کردن که در شأن یک انبیاء الهی نیست. اینها من نمیدونم چه عقیده‌ای دارن، چه تفکری دارن که این گونه دوست دارن دیگران را از آیین خود رهایی سازن
و به دنبال رسیدن به او معیار خود است. تشکر آقای محمد. الحمدلله خدا را شکر میگیم و سپاسگزار هستیم که افراد مثل شما تانستند که ماشاءالله برخی از مشکلات تشخیص بدن و برخی از نقاطی که در کانال های مسیحا مطرح میشه او را نشانی کنند و امروز به خورد بیننده های ما بتن و متوجه بسازن و قسمی که جناب استاد عبدالرحمن فاتح اشاره کردن، عدم آگاهی و نداشتن علم یکی از عوامل عمده و اساسی است که فرد فریب میخوره و گول طرف مقابل میخوره و به دین مسیحیت کشیده میشه. و الحمدلله اگر شما از آگاهی و از اطلاع کافی در ارتباط به دینتان برخوردار نمی بودید، حالا این لحظه بله بفرمایید. من فقط میخواستم نام ببرم بعضی از این شبکه‌هایی که ادعای مسیحیت دارن اما متاسفانه ترویج میدن این تفکر انحرافی رو و سعی در گمراه کردن افراد به ویژه مسلمین دارن. از جمله آنها شبکه محبت هست، 7 هست. اینها رو نگاه نکنن یا از اینها باید دوری کرد. این شبکه ها جز فتنه انگیزه چیز دیگری ندارن. اون شبکه 7 اینها یک عده افرادی که از ایران هستن، اینها را خریداری کردن، تطمیع مالی کردن، اسپانسر دارن. اینها به واسطه پولی که با آنها میتن اینها میآین. من دیدم، من خودم تماس گرفتم، صحبت کردم، من یک تکه مناظره با اینها جواب ندارم بتن. اینها افرادی هستن بی سواد هستن، اینها علم ندارن. اینها من خودم صحبت کردم به عنوان یک فردی که میخواستم مسیحی بشم، اما وقتی که به این نتیجه رسیدم که اینها خودش میگوید که ما یک اسپانسری داریم که اینها به ما پول میده که ما ایرانی ها را، فارسی زبان ها را مسیحی کنیم، فقط همین. برای ما این مهم است. حالا چی دینی داشته باشه بیاد بگم مسیحی شده و پول بستانه. تشکر از شما بیننده گرامی. آقا محمد گرامی تشکر از صحبت های جالبتان. خیر خوشی باشید. سلامت باشین. میریم سراغ بیننده بعدی. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خود معرفی بکنیم بیننده گرامی. حال شما خوبه؟ الحمدلله. لطف پروردگار الحمدلله. الله یحفظکم جمیعا. آمین. شما را همچنین آقا خدا جان بنده خواهش میکنم از برنامه خوبتون تشکر میکنم. با این مسیحیت هیچ برنامه و هیچ هدفی برای عرضه دستوراتشون، برای کارهاشون ندارن. اینها الان مستحضر شدن که چگونه بخواهن تبلیغ بکنن. حتی خودتون مستحضر هستید اینها برای تبلیغات دین خودشون به کثیفترین کارها متوسل شدن. اومدن در کشورهای خودشون آمریکا همجنسبازی را پاپ آزاد کرده. کاری که یک حیوان از آن متنفره. کارهای همجنسبازی، نمیدانم نه ارتباطهای نامشروع، اینها برای تبلیغ دین خودشون متوسل شدن به لواط، به زنا، به اعمال منافی عفت. چرا؟ به خاطر اینکه میبینن هیچ پشتوانه عقلی نداره. وقتی دینی که پشتوانه عقلی نداشته باشه نمیتونه پیشبردی داشته باشه. این مسیحی‌ها وقتی کتاب‌های خودشون را بخوانن برن تورات را بخوانن. واقعا میگن حضرت لوط با دخترانش زنا کرد، نسل انسان گسترش پیدا کرد. میگوین نمیدانم یعقوب با خدا کشتی گرفت. خب این هم مبانی وقتی مبانی این هم مبانی بسیار کثیف و آلوده باشه، خود مسیحیت اگر بره مطالعه بکنه حقیقتا یک مسیحی عاقل اصلا بگویم اصلا شما اسلام را بذار کنار، اصلا بگو هیچ دینی نیست. انسان به محو انسان برود این کتاب تورات انجیل را مطالعه بکنه، میفهمد که حقیقت آیا این دین الهی، یعنی الله میگوید انسان باید خود گناه بکنه، یعنی باید کشتی بگیرد. اینها آیا هم معنی عقلی نمی‌دارد. بیننده گرامی از شما تشکر میکنم چون صدایتان قطع و وصل میشه. صدایتان قطع و وصل میشه
متشکر هستم از شما، از صحبت‌های جالب شما. امیدوار هستیم که در برنامه‌های بعدی نیز مشارکت داشته باشیم. الله حافظ شما باشه. آمین. تشکر. ما مردم خوزستان دعاگوی شما هستیم. آمین. سلامت باشین. ما هم دعاگوی شما هستیم. خداوند ظلم و ستم رژیم آخوندی را از سر شما دور کنه و از سر البته تمامی ملت ایران و ملل اسلامی که امروز در زیر استعمار و زیر توطئه ها و دسایس رژیم پلید به سر میبرند. تشکر از شما. باورتون نمیشه حالا این حرف آخرم باشه، این شبکه های محبت تیوی، شبکه ستوی، شبکه نجات به من پول میداد، میگفت بیا من به شما پول میدم، بیا مسیحی شو، بیا برو در ایران در خوزستان تبلیغ مسیحیت بکن. آخر دین با پول مگر میشود اعتقاد را خرید؟ خب همون قسمی که گفتم یگانه رای یکی از وسایل و ابزار عمده از اینا تطمیع است، دادن پول است. خوب شد که شما این نقطه را بیان کردین. تشکر از شما بیننده گرامی. تشکر. خواهش میکنم. سلامت خدا باشین. نگهدارتون باشه. سلامت باشین. خداحافظ شما. خب جناب استاد فاتح، امیدوار بودیم که وقت ما بیشتر می بود و بیننده های بیشتری، اما الحمدلله که سبحان الله بیننده های نوعی داشتیم در برنامه که از تجارب خودشان گفتن. جناب استاد فاتح، البته در 3-4 دقیقه پایانی برنامه قرار داریم. اگر در ارتباط با صحبت های بیننده های عزیز و گرامی ما اگر تعلیقی دارین در خدمت شما هستیم. جناب استاد، حقیقت امر اینه که من بسیار خوشحال شدم الحمدلله که این برادران از تجارب خود گفتن. سبحان الله. و خیلی خوبه که در برنامه‌های آینده اینها مشارکت‌های داشته باشن که از تجارب اینها ما بیشتر استفاده بکنیم. و یک امری است که واقعا اتفاق افتاده و در حال وقوع هست، موضوعی که در شبکه‌های خود اینها چی میگن و حقیقت امریه که بنا به گفته آقا محمد عزیز اینها چیزی برای گفتن ندارن جز اینکه 4 تا چرندیات میگن و این بیچاره هایی هستن که از هر نظر زده شدن و همان کسایی که اینها را اسپانسر میکنن به اینها میگید ایر بگو خلاص چیزی دیگه برای گفتن نداره و نمیفهمه. و الا اینکه ما انشاءالله در برنامه بعدی که اینها را به چالش خواهیم کشید از کتاب مقدس، اینها جرأت کنن، مردانگی کنن، بیان دفاع بکنن، بیان حداقل از دینی که برای مردم تبلیغ میکنن و پول میگیرن بیان دفاع بکنن. البته ما هدف ما این نیست که بازار اینها را کساد بکنیم. هدف ما این است که اینها هم بیان به حقیقت روی بیارن. ای کاش اینها هم حقیقت را فهمیده پس دوباره از ارتداد خودشان که به دین مسیحیت یا دین تحریف شده نصرانیت رفتند، اینها حقیقتا دوباره رجوع بکنن به طرف حقیقت. این جناب استاد حقیقتا یعنی کدام حرف دیگه من ندارم برادرای ما. در ارتباط با صحبت آقای شیر احمد که گفتن امروز صفویت و مسیحیت متحدن، دست هم دادن و در افغانستان چون از مشکلات ناامنی و بی‌ثباتی و فقر امروز رنگ میبره، اینها از این فرصت برای تبلیغ دین‌های باطلشان استفاده میکنن. و چرا دولت مردای افغانستان، چرا مجاهدین سابقی که در بدنه دولت حضور دارند و همچنین علما چرا ساکت هستند، چرا فعالیت نمیکنند، چرا در داخل افغانستان لااقل شیوه ها و ابزاری که اینا استفاده میکنن او را برای مردم آشکار نمیکنن. جناب استاد، یعنی اگر بگین علما در این مورد کاری نکردن، این واقعا یک بی‌انصافی در حق علماست. علمایی هستند که فعلا هم کار میکنن و حتی برخی از علما تحت عناوین مختلف متاسفانه امروز در گوانتانامو متاسفانه به سر میبرند به خاطر مبارزات، حتی مبارزات فکری که بر علیه اینها داشتن. برای آنها دسیسه ساختن، دوسیه ساختن، آنها را فرستادن در زندانهای مختلفی که اینها دارند، چی در گوانتانامو بوده، چی در بگرام بوده و در بقیه. یعنی درسته این را قبول دارم، برخی جناب استاد حقیقتا من این را قبول دارم که برخی از علمای خود فروخته بگین، حالا توهین نمیکنم، میگه حقیقتیه، متاسفانه به دربار کسایی که نوکرهای اینها هستن متاسفانه رفتن در اونجا خودشان را انداختن و اینها چی یعنی میخواین که اینها چی بگن برای مردم، چی بگن؟ اگر بگن این حکومت زیر سوال میره، اگر بگن مسیحیت بادارهای این حکومت دارا زیر سوال میره، اصلا اجازه نمیدن به اونها که
این حرف را بزنن، چون میگن امنیت ما زیر سوال میره یا امنیت جامعه زیر سوال میره. نباید ما این حرفا را بزنیم، باید خودمان رو دور بکنیم. اما نکته ای که برادر ما عرض کردن در باب مجاهدین قدیم و متاسفانه باید بگین که امروزه برخی از اینها فریب خوردن و یعنی واقعا یک سوال من مطرح میکنم جناب استاد، برای از اینها جناب استاد نداره. یک سوال حقیقتا من مطرح میکنم برای برخی از اینها، همه را نمیگم که کسایی بودن در این باب واقعا شهید شدن و کسایی بودن که در این باب قربانی دادن و فعلا بیچاره ها یعنی هیچ کاری ندارند، هیچ کاری ندارند و کسی هم نیست که اونها را به هر حال ارزش بده و صاحب ارزشی باشند. اما برخی از این خودفروخته ها من میخوام یک سوال از اینها بپرسم که چی فرقی در میان روس و در میان آمریکا بود و هست؟ یعنی شمایی که در برابر روس ایستاد شدید و گفتید که ارزش های اسلامی زیر سوال رفت، آی جوان های مسلمان گمراه شدن، آی این شد، آی آن شد، مگر اون زمان بدتر بود یا این زمان؟ به نظر من فعلا آمریکا خیلی ضرباتش محکمتر و قویتر هست بر علیه فرهنگ اسلامی و مسلمان ها از ضرباتی که روسیه میزد. روسیه یک دولت کمونیستی بود، سوسیالیستی بود، علنا اعلان میکرد که من شما را میکشم و با هیچ نوع مسلمانی هم سازش نداشت. یعنی یک حقیقت بود که با مسلمان ها سازشی نداشت و علنا میگفت. ولی آمریکا امروز به تعبیر عامیانه ما با پنبه سر میبرد، ولی متاسفانه اینها در حالت سکوتند و سکوت میکنند و باید در روز قیامت خونهایی را که ریختاندند و باعث شدند که این خونها ریختانده بشه در پیشگاه الله متعال باید جواب بده. قسمی که جناب استاد شما اشاره کردین دور از انصاف است که بگیم علما فعالیت ندارن. علما فعالیت دارن در افغانستان، اما نوعیت فعالیت فرق میکنه و ما اگر اجازه بتین فقط این توصیه میکنم علمای افغانستان که امروز به رسانه ها بیشتر باید اهمیت بدن و از رسانه ها برای تبلیغ دین اسلام و برای آشکار کردن دسایس دشمنان بیشتر استفاده کنن. وقتی اگر به اونها اجازه بدن. بله. تشکر. خوب بیننده های عزیز و گرامی، از همه شما عزیزانی که تا این لحظه با ما بودین سپاس و امتنان دارم و تا برنامه دیگر و دیدار دیگر همه شما عزیزان رو به پناه الله یکتای بی همتا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. جزاکم الله خیر.